به نام خدا، سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور همه شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان به فوتبال، عزیزان هموطنی که از طریق آپارات اسپورت و فوتبال 360 با ما همراه هستید. سوپر جام اسپانیا در کشور عربستان تا لحظه دیگر آغاز خواهد شد. سفیدپوشان رئال مادرید در برابر بارسلونا صف‌آرایی کردند. حساس‌ترین و احتمالاً پربیننده ترین بازی باشگاهی دنیا امشب در قالب سوپرکاپ اسپانیا برگزار میشه. پشت محوطه جریمه پاس خوب سمت راست زمین، لامین یامال ضربه رو میزنه و در همین ابتدای کار نزدیک بود بارسلونا به گل برسه. کورتوا توپو راهی کورنر کرد. بدین شکل سمت راست زمین یامال توپو میندازه به گاوی، موقع بازیکن بارسلونا. سانت انجام میشه روی دروازه و توپی که بازم گل نشد. فوق العاده است این تیبو کورتوا. دو سیو نجات بخش داشته در همین ابتدای کار. سانت رافینیا انجام میشه روی دروازه پشت محوطه جریمه. توپو کاسادو گرفت، خطا نبود. وینیسیوس حالا حرکت بازیکن رئال مادرید، ضد حمله برقاسای اونا. امباپه با سرعت خیره کننده خودش پا عوض میکنه، وارد محوطه میشه و گل میزنه. گل برای تیم رئال مادرید توسط کیلیان امباپه. 1-0 و خوشحالی خاص امباپه. ببینیم وی ای آر میره یا نه سر اون توپی که وسط زمین خطا شد. یعنی به نظر میرسید ممکنه خطا بشه. با هم ببینیم اینجا از اون توپایی بود میتونستم خطا نگیره. وینی نذاشت که کاسادو حرکتش ادامه بده. چه ضد حمله‌ای، چقدر خوب حرکت کرد. اینجا بالدر رو محو کرد، جاش گذاشت و اینجوری ضربه رو زد و چستی رو مغلوب کرد. 1-0 نفع رئال مادرید. خبری از وی آر هم مثل که نیست اصلا، چون سرنم جوری نبود که بخواد خطا بگیره و نگرفت. کار دنبال میشه. فعلا 10 نفره داره بازی میکنه تیم رئال مادرید. سانت انجام میشه روی دروازه. رافینیا توپش مماس به تیر عمودی به بیرون رفت. ورزشگاه ملک عبدالله 63,000 نفر ظرفیت داره. یکی از نیمه نهایی جام ملت آسیا هم اینجا برگزار میشه. حرکت بازیکن بارسلونا یامال. آروم، چه گلی. بابا اصلا انگار نه انگار این بازیکن 18 سالش هنوز نشده. مگه میشه که اینقدر خوب باشه؟ 1-1 مساوی با خونسردی هرچه تمامتر. مدافع رو یکی پس از دیگر از پیش رو برداشت و دروازه رو باز میکنه یامال. با هم نگاه کنیم. کونده اینجا پاس داد. لوا فوق‌العاده کاشت توپو برای یامال. یک حرکت در عرض و خیلی خوشگل توپو گوشه دروازه قرار داد یامال تا حساب کار 1-1 مساوی بشه. فوق‌العاده کار کردی بازیکن 17 ساله و دروازه کورتوا رو که ناامیدانه مسیر توپو دنبال میکرد باز میشه. سانت انجام میشه روی دروازه، یه ضربه سر و توپی که نزدیک بود با کمک شستی در اون دروازه قرار بگیره. چه شانسی آورد. ضربه شوامنی رو داشت خودش در اون دروازه قرار میداد. ژول کنده سانتش انجام میده دروازه، توپ به دست خورد. و ببینیم تصحیح داور چیست. کار دنبال میشه. بهش میخوام بگن که پنالتی شده. با هم ببینی. بله، پنالتی اعلام خواهد شد روی بی احتیاطی کاماوینگا. رابرت لواندوفسکی با مکس های همیشگی خودش قبل از لحظه آخر اینجا ضربه رو میزنه و توپ توی دروازه قرار میده. 2-1 برای تیم بارسلونا. لواندوفسکی حساب کار رو 2-1 میکنه. برد 2-1 بارسلونا تا اینجای کار. این بارم مکس نکرده. قبلا همیشه یه مکس میکرد. اینجا بلا فاصله رفت و ضربه رو بعد گوشه دروازه قرار داد. ضربه بلند از کورتوا که آراخو روی تو بسر گذاشت. پاس بلند روی دروازه. چه سری زد رافینیا. فصل درخشان خودش رو ادامه میده رافینیا. 3-1 برای تیم بارسلونا. خط دفاعی آسیب پذیر تیم رئال مادرید پاشنه آشیلشون شده در این دقایق. آدامسو تندتر میجوه، ابروهاش بالاتر رفته. کارلتو و رافینیا فصل فوق‌العاده خودش رو تکمیل میکنه. چه پاس گلی از کونده.
و چه ضربه سری رو زد، مسلط روی هوا. این بار دیگه نتونست بگیره توپو، قبلیه رو گرفت، اینجا دیگه نشد کاری بکنه کورتوا. رافینیا حساب کار 3-1 میکنه برای تیم بارسلونا. حالا میبرن به سمت چپ، بالده وارد محوطه میشه و ضربش از زاویه بسته میزنه و کورتوا بازم هنر خودش رو نشون میده. یه بار خاطره بد دارن رئالیا از اینکه زود زد سوت پایان بازی رو. حرکت از رافینیا، عالی کار میکنن، بالده و این هم گل چهارم. گل چهارم برای تیم بارسلونا توسط بالده زده میشه. چه فوتبالی، چه فوتبالی. یه بار بازی رئال مادرید و والنسیا تو مستایا که لحظه آخر دیاز توپو سانت کرده بود برای بلینگام که ضربه رو داشت میزد وارد دروازه بشه، سوت پایان رو زد، پدرش در آوردن رسانه ها و این بار همون کارو نکرد. زمان بازی تموم شده بود. با هم ببینیم این ضد حمله است که اینجوری شکل داده میشه. لامین یامال توپ انداخت برای رافینیا فد والورده رو برابر داشت، توپو کاشت برای بالده و او هم گل چهارم رو به ثمر رسوند. بعد از 4 تایی شدن رئال مادرید حالا در یه نیمه 4 تا گل تیم بارسلونا میزنه. بازی که 1-0 باخته بود. خود وینی توپو در اختیار داره، حالا سانتش انجام میده روی دروازه. یه موقعیت، چه توپی زد به تیر دروازه رودریگو. فوق العاده بود حرکت بازیکن رئال مادرید. میتونستن برگردن به بازی. حالا خطر رو یه جورایی احساس میکنه بارسا که همه چی تموم نشده و حالا ضد حمله رو ببینید. موقع بازیکن بارسلونا رافینیا وارد محوطه میشه تو سر توپش و این هم گل پنجم. گل پنجم برای تیم بارسلونا. چه فوتبالیه، چقدر قشنگ این بازی. رافینیا حساب کار رو 5-1 میکنه. واقعا این فوتبال هم خیلی بیرحمه. اونجا توپ خوشگل و دیدنی رودریگو خورد به تیر دروازه، همون تو برگشتین و رفت و تبدیل به گل شد و بازی به جای 4-2 حالا 5-1. یه بار دیگه با هم ببینیم فرار از تله آفساید. حرکتی که رافینیا انجام، چه تو سر توپ نازی زد، شامنی رو محو کرد و اینجوری دروازه کورتوا رو باز میکنه رافینیا. یه توپ روبای عالی از جود بلینگام موقع به بازیکن رئال مادرید، پاس فوق العاده تک به تک. خطا بگیره فکر کنم میتونه اخراجش بکنه. اینجا رو نگاه کنید، زد، خوبم زد پاشو. موقعیت مسلم گل، بیرون محوطه، پس اخراج. کارت قرمز برای وویچک شسنی. 10 نفره باید بازیکن تیم بارسلونا. ضربه آزاد زده میشه و گل. حساب کنم 5-2 میشه. آیا یه بازگشت رویایی رو برای تیم رئال مادرید شاهد خواهیم بود؟ با هم نگاه کنیم چه ضربه ای رو زد. پنیا در اولین عکس اول خودش ناکام میشه. رودریگو اینجا دروازه پنیا رو باز میکنه. این هم اگه گل رو خوب بود میگرفت توپو. 5-2 به نفع تیم بارسلونا. چه حرکت قشنگی از کیلیان امباپه، چه پاس خوشگلی و توپو نتونست تبدیل به گل کنه. کونده نجات داد تیمش رو. چه حرکت استثنایی رو دیدیم از کیلیان امباپه. چه دریبل زیدانی محشری زد کیلیان امباپه. چقدر خوب این امباپه، چقدر آماده شده. حرکت هم در عرض انجام میده. یک عکس‌العمل استثنایی از پنیا. چجوری گرفت توپ کیلیان امباپه رو. بساط پایان مسابقه به صدا در میاد. بارسلونا 5-2 در یک بازی فوق العاده جذاب و دیدنی موفق میشه رئال مادرید رو شکست بده. در آغوش میگیرن هم دیگر رو، هم مدیر عاملای دو باشگاه، هم مربیان. کارلو آنچلوتی باید فکری به حال تیمش بکنه. قطعا نیاز به تقویت داره تیم رئال مادرید. بازیکن تیم رئال مادرید میان و مدال‌های خودشون رو میگیرن. کلا هم همیشه تیمی که دوم میشه مدال گرفتن براش خیلی اتفاق خوشایندی نیست. هانسی فلیک
به همراه سایر بازیکنان میان مدالشون گرفتند و مارک اندره تر اشتگن جام از عبدالعزیز فیصل وزیر ورزش عربستان و همچنین رافائل لوزان میگیره و تیم بارسلونا میشه گفت با شایستگی سوپر جام اسپانیا را از آن خودش میکنه. این 100مین جامیه که بارسلونا در تاریخ خودش به دست میاره. آرزو میکنم از تماشای مسابقه فوتبال شما عزیزان بیننده لذت برده باشید. این تصاویر قشنگ و شما تماشا بکنید. به اتفاق همه همکارانم شما رو تا فوتبال بعد به خدای بزرگ و معناش برم. خیلی ممنون که از طریق فوتبال 360 و آپارات اسپورت با ما همراه بودید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.